دلیل روشن برای هدایت بشر آمدن و همچنان ایمان و عمل صالح سبب سعادت انسان خواهد شد که نتیجه چی میشه که رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله راضی میشه و اینا هم از الله راضی هست. ذلک لمن خشی الله، و این برای کسی که از پروردگارش بترسه. وقتی از الله ترسیدی برای راست خود را آماده کردی، باز اونمو اجری که الله سبحانه و تعالی وعده کرده تو را نصیب کنه. و تعقیبش سوره مبارکه زلزله که زمین لرزه را میگه. چی را میگه؟ زمین لرزه را که در این احوال قیامت صحبت شده. این سوره به حوادث قیامت و زلزله عظیمی که زمین را میلرزاند اشاره دارد، تاکید میکند که انسان نتیجه اعمال خود را حتما میبیند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. مثقال ذره که بچه‌ش دیده نمیشه در مسجد دیده شود. یک جای در وطن اگر تندورخانه را گفت که افکار میفرد یگان ذره معلوم میشه. اون مثلا عمل که میبینی خیر را میبینیش و از شر را دیگه متوجه اعمال عمل خیر ولو که بسیار اندک باشه او را به چشم کم نبینی. میشه گورم یک ذره اعمال خیری که تو انجام داده شاید میشه که یک روز یک کسی مشکل داره یک افغانی برازو داده باشه و تشنه باشه یک بوتلاب میشه با این گلونش لازم میشه دست بلند میکنه شاید از میلیون‌ها زیاد میشه که یک وقت میلیون مصرف کنی اما اخلاص نباشه قبول نمیشه. این همون در عمل بد ولو که اندک باشه اونمو کمش انسان را یک حدیث است که انسان میگه عمل میکنه که زنده است یک برس میمانه که در دوزخ داخل شود، پس یک عملی میکنه که میره یک برس به جنت، باز عمل میکنه باز یک عملی که یک اینمو همین جوریان پیدا میکنه تا وقتی که وفات میکنه.